بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاجی محترم، استاد عزیز حاجی میرزا. ما از نیروگاه برقی آبی راغون از شما خواهش میکنیم که با سوال ما جواب گردانید. ما نماز میخوانیم اما ملا امام ما ناس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند. ما از قفای این خیل ملا امام نماز خوانیم یا نخوانیم؟ نخوانیم دادار عزیز. اگر ملا امام تو نماز سیگارت کش و نازکش باشد، شما از پس وی نماز نخوانین اگر تقوا داشته باشین، زیرا که وی یکی از بنده های گناهگار در پیش خدا هست. هر یک انسانی که در جان خودش که پروردگار در قرآن بیان میکند که من برای شما مهربانم، شما هیچ وقت بر ضرر جان خودتان کاری را انجام ندهید. تاکیدهامان میکند. پیامبرمان در چندین حدیث های مبارک این گونه انسان ها را در حدیث مبارک من حسن حتی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، برای در پیش خدا از جمله شرمنده ها بودن، از جمله اهل خجالت بودن، از جمله گناهکارها بودن، برای تو بس است که یک سامانی را تو در راه نادرست صرف کنی. پیامبر میگه یک سامانی، آیا ناز خریدن و سیگارت کشیدن، آیا این پول در راه نادرست نمی رود؟ برای نادرست صرف کردن تو در پیشگاه خداوند عالی گناهکاری. کجا عالی جای کشیدنش؟ حتی خریده برای کسی هدیتی، حتی خریده برای کسی روان کنی، تو در همین گناه هم شریکی. برای این از پس این گونه امام هایی که حتی ناس کشن و طهارت نکنن، باز از پسشون شما نماز نخوانید اگر تقوا داشته باشید. شاید که همون نخواندن شما پس همون یکی خدا ای شرم شما شده بس میکنه نماز همون ناس کشی را که قوم ما از پشتون بس کرده ایستاده است. اکو به خاطر خدا بس نکرد، شاید به خاطر شما بس کند. صوفی علیار در کتاب مسلک میگوید که اگر در جیب کدامت اگر ناس یا سیگارت باشد نماز ثواب ندارد، ولی کشیدنش یک طرف همراهت باشد نماز ثواب ندارد. برادر عزیز، با فایده جان خود مانید. و شعار اسلام حدیث پیامبر گرامی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مسلمان کسی هست که پیامبر میگه که آدم ایماندار کسی هست که به کسی ضرر نمیرساند. یکم. دوم، چیزی که بر ضرر جان او باشد او را ترک میکند. این را میگن آدم مسلمان ایماندار. اوخی هم در اقتصادت، هم در اقتصاد، هم در پول، هم در درآمد ضرر دارد، هم در بدن ضرر دارد. بین دو طرف ضرر میرساند. ضرر دیگرش همین است که در خاندانت بچت نبرات همه ناسکش و سیگارت کش میشوند. بچه ها را پول میتین رو برای من ناس بخر، بچه ها را پول میتین رو برای من سیگارت بخر. اختو را در کجا دلالت داری؟ یا در پیش فرزند ناس میکشی. بسیاری از شراب نوش ها را من میدانم که بچه هاشون شراب نوشن به خاطر اون که پدرهاشون همین کارا که عادت کردن. فرزند فکر میکند این پدر من خیلی با عقل است، در تربیت خانه هم زلال دارد. برای این برادرای عزیز و گرامی به کسی سخت نرسد. نازکش بسیار بی‌تمیز می شود، بعد بسیار بی‌تمیز می شود. ولی ببینین همون ناز کیفیتش با در حاجت خانه در بیرون نیست. اینا میکشد، ناز هم میکشد، بعد در حاجت خانه میدراید، میشینه به حضور. خداشون میگن که کیفیتش با در داخل حاجت خانه میگن. برای این برادرای عزیز از این چیز دور باشین. نه از پیامبرمان مانده است، نه از اصحاب پیامبر مانده است. این از دورای چنگیز است. بسیار دور باشین. اگر ملا امام در این کار باشد دادر عزیز هیچ وقت شما از پسش نماز نخوانید. خب السلام علیکم داملا حاجی میرزا، با شما سوالی دارم. از شهرهای روسیه
از نام شهرت و بابا جان و دیگر مسلمان های تاجیک از رایان یاوان، ما نسبت به شما بسیار مهر و محبت داریم و شما را یکی از پیشوایان راه حقیقت می‌دانیم. در حق ما دعا کنید. خداوند همه آن مردمی که از مردم مسلمان بیرون از خاندان‌هاشان در شهرهای دوردست برای پیدا کردن نفقه خانواده سعی دارند، کوشش دارند، خدایا رزق‌هاشان فراخ و با صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. ولی برادرایی که در روسیه کار میکنین یا روسیه میرین، گشته میآیین، من همچه یک برادر شما، همچه یک خیرخواه شما برای شما اینقدر گفتنی هم که برادر عزیز و گرامی، اگر مبادای خداوند جان شما را در همون سفر گیرد، شما حکم شهید دارین، همچنانی که شهید در راه خدا شما جان به حق تسلیم کردین. به شرطی که اگر شما در همون دولت ها رفته و همون ایمانداری که در همینجا داشتین، همون خداپرستی که در همینجا داشتین، شما همین را در همونجا دوام تیین. یکی یکی رفته شما همون زنهای گویم که با قول روسا همون پرستیتوتکه هایی که در کوچه ها هستند، همون فاحشه هایی که در کوچه ها هستند، بعضی هاتان به خاطر که صاحب خانه شوین، بعضی هاتان به خاطر که تسکین شهوت شود، بعضی ها گویم که نمیدانم شاید که وسواس های شیطانی شما در بیشتر غلبه میکند، درو دستی به زنا میزنین، درو همونجا شما ارکگالگ میشوین. بسیاری از جوانای تاجیک میگن، بسیاری تاجیکا را میدانیم که در قطار همون روزهایی که در کوچه ها خواب میکنن، در کوچه ها مینشینند، فرزندای تاجیک هم برابر اونا هستند. برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه میروید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله میرساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روس خودش از همین شراب نوشا بیزار شدگیان، برای اونا این خیل کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نماز میخواند، بچه‌ای که حرام داده میرود، همون مردم روس باید دوست بداره با همون خیل کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ انمون خدایی که تو باید عبادت میکنی و ایلا کی تو را باور میکند؟ 10 تین یک سومی روسی در دست نمیتیه. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادرای عزیز در اونجا صبر کنید، شما صبر کنید. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسک کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنن، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخنامی کردگیان، ولی شما که اونجا خطی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخنها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنین. اینجا پدر و مادراتان انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتان از شما انتظاری دارد. شما رفته در اوج این مشغولیت ها را که شوین، بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد، دیگه آن چیزی که دریاب میکنین دیگه او پولم در دستان باقی نمیمانه. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل پیچیدگیان، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای من دادرای عزیز، هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین. پشیمان میشین به خدا قسم.